اگه اوورتینک هستی یا نشخوار ذهنی داری این ویدیو مال توه. سلام، من فاطیمه‌ام، تازه چنلم رو اندازی کردم. خوشحال میشم که این ویدیو رو ببینی. اگه دوستش داشتی لایک کنی، نظرتو به من بگی و چنل منو سابسکرایب کنی. امروز میخوام راجع به اوورتینک یا نشخوار ذهنی باهاتون صحبت بکنم، به خاطر اینکه آدمی هستم که خیلی درگیرشم. همه ما آدما گفتگوهای درونی رو با خودمون داریم و هیچ وقت این گفتگوهای درونی از بین نمیره، هیچ وقت تموم نمیشه، به خاطر اینکه بخشی از انسانیت و وجودیت ماست. اما خب این گفتگوهای درونی اگر که بیشتر بشن، از یه حدی به بعد میشن نشخوار ذهنی، نتیجه های خوبی رو برامون ندارن. مثلا در مورد خود من اینجوری بود که یه اتفاق خیلی کوچولو اندازه یه دونه نخود ممکن بود بیفته تو زندگی من و من با فکر کردن بیش از حد در مورد اون و تحلیل و پردازش خیلی زیاد در مورد اون اتفاق تبدیلش کنم به یک بحران توی زندگی. خیلی چیزا توی ذهن ما هستن که خیلی بزرگن و در واقعیت ممکنه خیلی کوچیک باشن. حالا بریم سراغ راهکارهایی که من تونستم این نشخوار ذهنی رو فعلا توی زندگیم به حداقل برسونم. اولین راه حلش نوشتن بود. وقتی که ما شروع میکنیم به اوورتینک، همه این گفتگوهای درونی ما همینجور داره تکرار میشه و این تموم نمیشه. میدونی فقط از یه مسئله به مسئله دیگه میره، پاشو هی فراتر میذاره که میشه همون تحلیل و پردازش های خیلی زیاد. نوشتن یه جوری کمک میکنه که این حرف ها رو یکم خالیش کنیم. نوشتن فرمول خاصی نداره، این که مثلا من بخوام بهتون بگم اینجوری شروع کن به نوشتن، اینها رو بنویس، اینها رو بنویس. نه، هر چیزی که داره توی مغزم تکرار میشه رو مینویسم. وقتی که مینویسمش دیگه تو مغز من تکرار نمیشه. میدونین انگار یه جا خالیش میکنم و دیگه اون حرفه تکرار نمیشه، میره سراغ بعدی. اصلا ممکنه هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن، فقط بنویسیدش. هر چی که داره اتفاق میفته توی مغزتون، هر صدایی که توی مغزتون داره پلی میشه رو همینجور بنویسید. هر چی که میگه رو بنویسید. اون موقع میبینید که دیگه اون حرفه تکرار نمیشه. اما تا زمانی که ننوشتینش، این حرف داره به صورت‌های مختلف هی تکرار میشه و همین باعث میشه که یه چیز کوچیک خیلی بزرگ بشه. دومین چیزی که به من کمک کرد یه مقدار شخصیه. من نمیدونم در مورد همه اینطوری هست یا نه، ولی خب در مورد من شخصی بود و اونم خوندن یه متن. چون مغز من موقع خوندن تک‌بعدی کار میکنه. من از اونایی نیستم که بتونم با چشم مثلا یه متنی رو جلوم باشه مثلا با چشم بخونم. من باید بخونمش و خودم تا اونقدی صدام بلند باشه که خودم توی مغزم صدای خودم رو بشنوم. دیگه به هیچ چیزی نمیتونم فکر کنم بجز همون متنی که دارم میخونم. بچه‌ها که تو اینستاگرام من قدیمی ترن میدونن که من قبلا خیلی کتاب میخوندم و یکی از جملاتی که واقعا در مورد من صدق میکرد و من دوستش داشتم این بود: پناه میبرم از هیاهوی دنیا به دنیای کتاب‌ها. یه همچین چیزیه متنش. این واقعا در مورد من صدق میکنه. من وقتی که کتاب میخونم، حالا نه فقط هم کتاب، کلا هر متنی رو که شروع میکنم به خوندن، مغز من فقط درگیر همون کلمات میشه و اصلا دیگه نمیتونم به چیز دیگه فکر کنم یا اصلا نمیتونم تمرکزم رو چیز دیگه بذارم. اینو دیگه نمیدونم که در مورد شما هم همینطوری هست یا نه، ولی خب در مورد من اینطوری بوده. خیلی‌ها ممکنه با فیلم و سریال دیدن این اتفاق براشون بیفته. من مثلا فیلمایی که زبان اصلی ان دارم زیرنویسشون رو نگاه میکنم، این اتفاق میفته فقط به خاطر اینکه دارم زیرنویس رو میخونم. و اما سومین راه حل این کتاب کنترل ذهن وراج. بعضی اوقات ما برای اینکه بخوایم یه چیزی رو توی خودمون درمان کنیم، باید راجبش اطلاعات داشته باشیم تا بتونیم درستش بکنیم. و این کتاب خیلی این کار قشنگ انجام داده. تو این کتاب اولین چیزی که اومده توضیح داده اینه که چرا ما اصلا گفتگوهای درونی داریم. به زبان خیلی روانی اومده توضیح داده که این گفتگوی درونی از کجا میاد. مثلا میاد توضیح میده که مغز ما یک بخشی داره که اسمش اینه و عملکردش اینجوریه و در شرایط مختلف این شکلی عمل میکنه. مثلا توی یکی دیگه از بخشاش توضیح میداد که ما وقتی که استرس میگیریم، عملکرد مغزمون در نقاط مختلفش چطوری هست، چه هورمونایی ترشح میشه توی بدن ما و هر کدوم از این هورمونایی که ترشح میشه کارش چیه. خیلی میاد قشنگ توضیح میده برامون به زبان ساده که هر کسی میتونه متوجه بشه. نیازی نیست که حالا حتما بگیم علم خاصی باید داشته باشی که بفهمی یا سواد خاصی باید داشته باشی که بفهمی. وقتی که میاد این چیزا رو توضیح میده، خیلی راحت تر میتونی راه حل هایی رو که داره بهت میده رو انجام بدی. یکی از راه حلایی که شاید همیشه در مورد من جواب داد این بود که گاهی اوقات سعی کنیم
یه مسئله رو از زاویه بیرون ببینیم. وقتی که خودمون رو وسط یه جریانی میبینیم، اون جریانا خیلی برامون بزرگه و اصلا نمیتونیم هندل کنیم. بر همینه که خیلی اوقات برای یه آدم دیگه اتفاقی افتاده و ما میتونیم بهترین راه حل رو بهش بدیم. چرا؟ چون ما توی اون جریان قرار نداریم. وقتی داریم از بیرون به مشکل یه نفر دیگه نگاه میکنیم، خیلی کوچیک‌تر به نظر میرسه برامون. برای همین خیلی راحت‌تر میتونیم حلش کنیم. خوبه که خودمون رو از یه مشکلی بیاریم بیرون و سعی کنیم از زاویه بیرون به اون مشکل نگاه کنیم. اون موقع خیلی راحت‌تر میتونیم حلش کنیم. حالا امیدوارم که تونسته باشم که یه چیز مفید رو بهتون یاد بدم. نمیتونم خیلی زیاد مؤدبانه صحبت کنم. من باید با همتون همین فاز دوستانه و خنگ طور خودم پیش برم. ولی خب در کل اگر که ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، نظرتون رو بهم بگید و چنل منو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که هستین. ماچ به کلتون.